سلام علیکم به عشقای خودم. امیدوارم که چطورتون عالی باشه. اومدم در مورد ایونت یه سری توضیحات بدم و اولین ویدیویی که صدای خودم هست. واقعا این سری نکات به نظرم خیلی به شدت باید رعایت بشن، چون مثل یه ایونتی که توی تیک تاک برگزار شد اون مشکلات پیش نیان. توی اونجا همه جیغ زدن، همه حمله کردن، همه آسیب دیدن و حتی آسیب رسوندن به آیدلشون. بیاید ما این کار نکنیم. ما تکیدو فامیلی باید پرچم تکیدو فامیلی رو نگه داریم بالا، چون ما با همه فرق داریم. نیما رو ما خیلی حساب میکنه. بی جنبه بازی در نیاریم، اونجا جیغ نزنیم، پسرا تیکه نندازن، چون ما خانواده ایم، ما هممون یه خانواده ایم، خانواده تکیدویم. نیاین این چیزو بخوایم خراب کنیم، این جوو که بعدا نیما پشیمون بشه، بگه چرا اینجوری شد، من اصلا اینجوری فکر نمی کردم. به نظر من بیایم حتی از خودمون یه دونه تز جدید بدیم و اگه صفی وجود نداشت تا مثلا با نیما صحبت کنیم، خودمون صف درست کنیم و بتونیم با این صف راحت بتونیم بریم هم با نیما حرف بزنیم هم عکس بگیریم. و اینکه وقتی رفتیم اونجا لطفاً داد نزن نیما 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 منو نگاه کن یا فلان. اگه اینجوری پیش بریم راحت تر هم میتونیم حرف بزنیم، هم چیز کنیم. و اینکه رفتیم پیش نیما زیادی پیشش نمونیم تا به بقیه هم برسه. من دارم فکر میکنم راحت 2000 نفر میان، پس چجوری میشه که 2000 نفر همه بتونن با نیما حرف بزنن؟ خیلی ها کادو آوردن، من خودم میخوام کادو ببرم. اگه بخواد شلوغ بشه واقعا تو دست و پا نمیشه کادو برد. و اینکه تو رو خدا نیما رو دیدین بی جنبه نشید یا نپرید بغلش کنید یا مثلا تهش دست بدید باهاش، چون اونجا سکیوریتی واقعا گیر میده و کلا خراب میشه. اون شبی که نیما این همه هزینه کرده، این همه امیر چیز کرده، کاراشو کرده و اینا، لطفاً بی جنبه بازی در نیاریم و پرچم تکیدو فامیلی رو دوباره حفظ کنیم. عاشقتونم.